سلام عزیزان، وقتتون بخیر. برای امروز مرغ سوخاری رو میخوام آموزش بدم. من 2 سینه مرغ و 1 تیکه ساق رو آب پس کردم، نمک، فلفل و یه مقداری آب نارنج زدم، گذاشتم خوب بپزه. بعد اینا رو با کار تیکه تیکه کردم، به این صورت در اومد. 2 عدد تخم مرغ، پودر سوخاری درشت تهیه کردم و ادویه مخصوص پودر سوخاری که میریزم توی تخم مرغ. اندازه 3 تا قاشق خوب مخلوط میکنم. بعد خوب که مخلوط شد، تیکه های مرغ رو درون تخم مرغ میذارم، میغلطونم قشنگ. بعد داخل پودر سوخاری میذاریم این گوشه. تیکه های بعدی هم به همین صورت. عزیزان، تیکه های مرغ به تخم مرغ و پودر سوخاری زدیم، آماده برای روغن میذاریم داغ بشه و یکی یکی داخل روغن سرخش میکنیم. مرغا که به این صورت در اومد دیگه نزدیک آماده شدن. ممنون میشم چنل منو لایک کنید و از آشپزخونه کوچیک من حمایت کنید. خیلی ممنونم. عزیزان، مرغ سوخاری کردیم، سرخش کردیم، آماده کردیم. برای سسش هم سس مایونز، هزار جزیره و سس فرانسوی رو با چند تا حب سیر رو به صورت نگینی خورد کردم، با این 3 تا سس مخلوط کردم و این سس خیلی خوشمزه رو به دست آوردم که کنار مرغ بسیار خوشمزه. نوش جانتون.